سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کد نایس و خوش آمدید به یک درس دیگری از جاوا اسکریپت. اگر شما اولین بار است که در کانال ما داخل میشوید، لطفا در آمده آبونه شوید، زنگولچه را زیر کنید تا اینکه از همه درس های نو با خبر گردید. در شروع این درس ما میخوام با شما نشان دهیم که اگر شما برنامه ویژوال استودیو کد را نداشته باشید و اگر یگان برنامه دیگر داشته باشید برای نوشتن کدهاتان، شما میتوانید استفاده برید. اگر که شما یگان برنامه دیگر نداشته باشید و شما میتوانید در آمده از سایت code.visualstudio.com در آمده برنامه ویژوال استودیو کد را چیکار کنید؟ با زیر کردن تکمچه دانلود از اسکچت کرده در کامپیوتر خود استناد کنید. و دیگر چیزی که ما نیاز داریم پیش از درس ها رو شروع کردن با شما نود جی اس شما در آمده از سایت node.js.org در آمده چیکار کنید؟ اسکچت کنید و استناد کنید در کامپیوتر خودتون تا اینکه ما با جاوا اسکریپت کار کردن اینها با ما در کار میشوند. شما به استناد کردن نود جی اس شما میتوانید جاوا اسکریپت کد نویسید، لیکن ما در آینده بیبلیوتک ها و چیزهایی را که در نود جی اس هست استفاده میبریم، برای ما لازم میشود. پس از شروع درس ما با شما در آمده پاپکای عدل برای جایگیرشتن همه کدهای جاوا اسکریپت خودمان چیکار میکنیم میسازیم. در این جمع در آمدگیم در این داکومنتس کد نویسی و یک پاپکای پروژکت دارم. در آن هم پروژکت من چیکار میکنم؟ یک پاپکا میسازم که نامش را چی میگذارم؟ JS Basic. شما میتونید هر چیز دیگری که بخواین میمونین و استفاده برین و در درون این در آمده select folder هم میشقیم. بعد از اینکه پاپکای اختمون رو کشیدیم چقدر شما میبینید در جنومی پاپکای ما JS Basic نوشته شده، یعنی که ما در درون همون پاپکای JS Basic هستیم و در شروع ما چیکار میکنیم؟ در اینجا کنوکر زیر کرده یک فایل نو میسازیم index.html نامش را میگذاریم و در اینجا با واسطه گذاشتن علامت خطاب و انتر چیدن چیزهایی که در اول در HTML فایل با ما نیازه چیکار میکنیم؟ میسازیم. برای انجام دادن درس ها با ما یک چیز اکستنشنی لایو سرور لازم میشه که ما اینجا در اومده چیکار میکنین؟ شما لایو سرور مینویسین چقدر که شما میبینید در جمع کشاید و در آمده در اینجا اینستالش میکنیم. ما اینستال کردگیم استاند کردگیم شما استاند میکنید. وقتی که استاند شما با پایان رسید شما برمیگردید اینجا چیکار میکنید؟ در بالای نامی پاپکتون یا اینکه در بالای فایلی که شده گین کد چه نوشته گین HTML ده شما طرفی راستی میشکره خدا چه منویسین open with live server. وقتی که شما زیر کردین چقدر میبینید شما را با براوزر میفرستد و وب صفحه شما را با شما چیکار میکنن؟ نشان میدن و حاضر که ما یکم چیز نداریم برای ما هیچ چیز نشان نمیده. حاضر برمیگردیم یک سگلاف که در وب صفحه خود مونده باید میکنیم و میسنجیم که آیا همی کار کرده است یا اینکه نه. در اینجا ما میگیریم چیکار میکنیم؟ یک سرلوحه با رزمری چک کد نویس مینویسیم و میسنجیم که آیا کار کرده است یا اینکه نه. چقدر که شما دیدین در وب صفحه ما چه کد نویس پیدا شد، یعنی اینکه فایل ما خوب کار کرده ایستاده است. برای نوشتن کد جاوا اسکریپت شما نیاز دارید که المنتی سورس استفاده برید در درونی پاپکای در درونی فایل index.html. شاید از شما نامش index.html باشد، هر چیز دیگری که باشد در همون فایل html تان شما باید المنتی اسکریپت استفاده برید. المنت اسکریپت در کجا جایگیر می شود؟ شما می توانید در درون هد یا اینکه در درون المنتی بعدی چی المنت اسکریپت آن وارد کنید. ما وارد میکنیم در بعدی وقتی اسکریپت می نویسیم ما در درونش چی شروع به نوشتن کد های جاوا اسکریپت خودمان میکنیم. در اول ما می نویسیم console.log و در اینجا سلام کد نویس و وقتی که برمیگردیم با براوزر شما نیاز دارین که تکمچه F12 را بچخین تا اینکه چی نمی نسترویکه کنسول
کنسولتون که به شما نشان میده. وقتی کنسول گشوده میشود شما وقتی پیش میبرین چی در اینجا ما کمتر پیش برم تا اینکه شما ببینید در اینجا پایان در خیلی دستن سلام کد نویسه این چیزی که ما در اونجا کنسول لاگ نویسیم و در اینجا چیکار میکنه کنسول لاگ همیشه هم ببروره و اگر که ما در اینجا یکم چیز دیگر هم نویسیم سلام و همه چقدر که شما دستین در اینجا تغییرات آمده است سلام با همش دسته و در اینجا به شما نشون میده که در کجا همین کد نوشته شده همین چیزی که در کنسول ما برآورده همین در کجا نوشته شده در پاپک index.html و در 13 هم خط برمیگردیم میبینیم در پاپک index.html ما در خط 13 هم چقدر که شما ببینید کنسول نقطه لاگ نوشتیم یعنی اینکه کنسول نقطه لاگ چیکار میکرده با ما هم چیزی را که در درونش بتیم همون را برمیگردونده در کنسول نشان میداده و همین بود در درس امروزینه ما که ببینیم چه خیلی ما جاوا اسکریپت مونه در براوزر چیکار کنیم ران کنیم و در درون HTML فایل ما چه خیلی ما جاوا اسکریپت مونه تباید کنیم امیدوارم که درس با شما فهمه بود اگر یکم سوال نفهمگی باشه در زیر نویسید حتما با شما جواب خواهیم داد تا درس دیگر خدا نگهدار